یک شخصی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت که من در منزلم احساس برکت نمی کنم. فرمود حتما شما، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود حتما شما متفرق غذا میخورید. یکی الان میخورد، یکی 2 ساعت بعد میخورد، یا یکی اینجا میخورد، یکی داخل اون اتاق میخورد، یکی اون گوشه. یک جا جمع بشوید. یکی از اسباب آمدن برکت در منزل که شریعت اسلامی و صاحب شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کرده که اگر شما میخواهید در منزل شما برکت بیاد، همه اهل خانواده با هم سر یک سفره بنشینن غذا بخورن، برکت میاد. در زندگی برکت میاد، در مال و سرمایه برکت میاد، در سلامتی برکت میاد، در عبادت برکت میاد و در مادیات برکت میاد، در معنویات برکت میاد، در وقت برکت میاد، در عمر برکت میاد. کلاً یکی از اسباب برکت در منزل و در زندگی همین است که غذا با هم بخورند همه اعضای خانواده.